سلام به عزیزای دلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروزم اومدم در کنار گلپسرای عزیز خودم که با همدیگه این قصه رو بگیم. اسم قصه امروزمون هست درخت بلوط بزرگی در دانه بلوط کوچک. نویسنده مکس لوکادو. دانه بلوط کوچک این طرف و آن طرف را نگاه کرد. دور برش پر بود از تپه‌های سبز و بوته‌های بابونه. بالای سرش هم ابرهای سفید در آسمان آبی این طرف و آن طرف می رفتند. بلوط کوچک به مادرش گفت: دنیا چقدر بزرگه. چقدر خوشحالم که اینجا کنار تو هستم. مادرش که یک درخت بلوط زیبا بود گفت: من هم خوشحالم بلوط کوچکم. خیلی خوب است کنار من هستی، اما وقتش که برسه باید از من جدا شوی. وای مادر، من میترسم. مادر با شاخه‌های محکمش دانه بلوط کوچک را بغل کرد و گفت: درون تو درخت بلوط بزرگی وجود دارد. همان باش که خدا می‌خواهد. حتی فکر کردن به جدا شدن و افتادن از شاخه‌های مادر برای بلوط کوچک ترسناک بود. برای همین سعی کرد درباره‌اش فکر نکند. ولی ته دلش می‌دانست که یک روز این اتفاق می‌افتد. برادرها و خواهرهایش هم یکی یکی از مادر جدا شده بودند و از یکدیگر خداحافظی کرده بودند. آنها هم می‌ترسیدند، ولی مادر با همین کلمه‌ها به آنها آرامش داده بود و راهیشان کرده بود. درون شما یک درخت بلوط بسیار بزرگ وجود دارد. همان باشید که خدا می‌خواهد. دانه بلوط کوچک هر بار که این جمله را می‌شنید به خودش نگاه می‌کرد و با تعجب می‌گفت: یک درخت بلوط در من؟ مگر می‌شود؟ او یک دانه بلوط خیلی کوچک بود. نمی‌توانست باور کند که می‌تواند یک درخت بشود. خیلی زودتر از آنچه که فکرش را می‌کرد، وقت رفتن و جدا شدن از مادر رسید. بلوط کوچک لابلای شاخه‌های مادرش استراحت می‌کرد که ضربه‌ای به درخت خورد. شاخه‌های مادرش لرزید. دانه بلوط کوچک شروع کرد به تاب خوردن. وانت یک کشاورز به تنه درخت خورده بود. بلوط کوچک بیش از این هم تاب خورده بود وقتی که باد تکانش داده بود یا وقتی که بچه‌ها از درخت بالا رفته بودند. او همیشه خودش را محکم نگه می داشت، ولی این بار فرق می کرد. سعی کرد محکمتر از همیشه به شاخه مادرش بچسبد، اما فایده‌ای نداشت. سنگین‌تر از همیشه شده بود و ساقه‌اش شروع کرد به جدا شدن از شاخه. وای مادر! مادرش گفت: نترس بلوط کوچک، اوضاع رو به راه است. تو که نمی‌توانی برای همیشه به من آویزان بمانی. وقت جدا شدن و رفتن است. دانه بلوط از شاخه مادرش جدا شد و از لابلای چند برگ سر خورد و روی یک چیز سفت افتاد. او پشت یک وانت افتاد. وانت با لرزش به راهش ادامه داد. وقتی وانت دور می شد، مادرش با صدای بلند گفت: نترس بلوط کوچک، درون تو یک درخت بلوط بزرگ است. همان باش که خدا می خواهد. بلوط کوچک کلمه‌های مادر را به زحمت می شنید. وانت به سمت پایین جاده می رفت. بلوط کوچک نمی دانست
کجا می رود. دانه بلوط کوچک که با تکانهای وانت بالا و پایین می پرید گفت وای اینجا چقدر سخت است. صدایی گفت کم کم بهتر می شود. بلوط کوچک غلطی زد و یک درخت جوان را دید. پرسید تو که هستی؟ من یک درخت کوچک پرتقال هستم و قرار است کاشته شوم. بلوط کوچک پرسید درخت پرتقال چه کار می کند؟ حالا جاده صافتر و هموارتر شده بود. ما درخت‌های پرتقال می دهیم. دانه بلوط کوچک گفت که اینطور. او نمی‌دانست پرتقال چیست و چه سؤالی درباره آن بپرسد. وانت سرعتش را کم کرد و ایستاد. درخت پرتقال که قدش بلند بود و از پشت وانت بیرون را میدید فریاد زد وای خدای من. بلوط کوچک پرسید آن بیرون چه خبر است؟ چقدر درخت پرتقال؟ اینجا باغ پرتقال است؟ کشاورز در عقب وانت را باز کرد و بالا رفت و گفت خب حالا وقت کاشتن توست درخت کوچولوی پرتقال. بلوط کوچک به موقع غلطی زد و از زیر پای کشاورز در رفت. کشاورز درخت پرتقال را برداشت و رفت. بلوط کوچک به آسمان نگاه کرد. هوا داشت تاریک می شد. دل بلوط کوچک برای مادرش و شاخه‌های او محکم او تنگ شده بود. اولین شبی بود که او از مادر جدا شده بود. کمی بعد کشاورز برگشت. در عقب را محکم بست و پرید پشت وانت و گفت اینجا رو جارو میزنم و میروم خانه. دانه بلوط کوچک تا اون روز جارو ندیده بود. کشاورز یک لحظه بلوط کوچک را دید و با جارو آن را به هوا فرستاد. بلوط کوچک روی خاک‌های نرم افتاد. دلم می‌خواست بدانم چه اتفاقی برایت افتاد. این صدای درخت پرتقال بود. بلوط کوچک که از شنیدن صدای آشنا خوشحال شده بود پرسید اینجا خانه جدید توست؟ درخت پرتقال گفت بله و انگار خانه جدید تو هم همینجاست. دانه بلوط 1 سال دیگر هم داشت. حالا باید من چه کار کنم؟ درخت پرتقال با صدای خواب‌آلود گفت همینجا بمان و استراحت کن. دوست کوچولوی من، خدا کاری می‌کند که تو رشد کنی و بزرگ شوی. بلوط کوچک همین کار را کرد. آن شب، روز بعد، هفته‌های بعد و ماه بعد همانجا ماند و استراحت کرد. هر روز بیشتر در خاک‌های نرم دور بر درخت‌های پرتقال فرو می‌رفت و می‌خوابید. خوابی عمیق و طولانی. وقتی از خواب بیدار شد نمی‌دانست کجاست. خودش را صاف کرد. وقتی این کار را کرد بالا و بالاتر رفت تا اینکه از دل تاریک خاک به سوی نور بیرون زد. درخت پرتقال گفت خب ببین کی از خواب بیدار شده. بلوط کوچک نگاهی به دور و برش انداخت و سرش رو بلند کرد. سلام درخت پرتقال، من خیلی خوابیدم؟ خیلی، آنقدر که الان یک درخت شده ای. بلوط کوچک به خودش نگاه کرد و گفت من عوض شدم؟ پوسته دور او حالا یک تنه باریک شده بود. درخت پرتقال گفت تو داری رشد می‌کنی و حالا
یک درخت بلوط کوچک. درخت بلوط کوچک خودش را صاف نگه داشت و یاد حرفهای مادرش افتاد. درون تو درخت بلوط بزرگی است. شاید حق با مادرش بود. درخت بلوط کوچک فکری کرد و بلندتر ایستاد. خب عزیزای دلم، این قسمت اول درخت بلوطمون هستش. انشالله تا قسمت دوم خداحافظی میکنیم به امید دیدار.